دگانا بچه مرادر چقدر آوازی خوش رو دارد. بلبل بر این میسره و مشغولیت میرود. بچه این دویون می آید. بچه سونکا تیار کردی؟ خب من در بالای میز ماندگی. دگانا بچه اینها رو دیده و مشغولیت میرود. سنگار از زده میرود. بچه این سیروم می آید. السلام علیکم. بچه برای چه اومده؟ من آخیش تو می آوردم. تو بچه هم درس نزن. نه شجاعی رقم من آوردم میزد. بابا بچه های مورده چقدر آوازی خوش رو دارن و مشغولیت میرن. منی بچه های شما. من فقط یک بچه رو میبینم و مادرش شوری میرسوند. بله پیش از همه باید خدمتی پدر و مادر را بگذاریم، چون که گفته‌اند اگر مادر از فرزند راضی باشد خدا از وی راضی است، چون که بهشت را زیر پای مادران میگویند. بله بچه های جانم، پدر و مادر در تعلیم و تربیه شما درباره معلومه در برابر معلومه زحمت خیلی زیاد میکشند. شما پیش از مکتب آمدن خط و سواد داشته؟ خواندن و نوشته میتوانسته؟ پس این همه دانایی رو، این همه خط و سواد رو شما از کدام کتاب یاد گرفته؟ پس برای چی کتاب الفبا در اینجا حضور ندارد در بزم ما؟ بیایید بچه ها کتاب الفبا را دعوت می نماییم. الفبا الفبا الفبا. الفبای دلکشا کتاب یعقومی ما. ا ب و گ خ الفبا را میدانیم. الفبا را میدانیم. حرف و کلمه ها را نوشته میتوانیم. دقت دهید بچه ها، سر می شود الفبا. چه حرف های زیبا، خوشگویک و خوانای هر که الفبا خواند پند و حکمت داند. السلام بچه های عزیز، من از شما خیلی منتظرم که شما مرا تازه آزاده نگاه داشته از من خواندن و نوشتن را یاد گرفتید. شما کلید دانش را به دست آوردید. اکنون من شما را امتحان میکنم. ادب روزگار، دید آموزگار، نفوذ استاد. بابای من جنگاوری دلاور، جای زخم تنی او با میدرش برابر. وطن صفای تو صفای من، برای شان تو روم برای ایوفان. گلستان اثری کیست؟ معنای گلستان چیست؟ معنایش
باغ دانش مؤلف آن سعدی است. غریبه درد جانسوز است، مثال شامی بیروز است. کناری تاجیکستانم برایم بخت فیروز است. محبتی تو رنگ رنگ شکفته روی سنگ تو 100,000 آرزو 100,000 رنگ تو. اروپا این اروپاست، یک قسمی روی دنیاست. در لحظه وزمینی گاه مددگاری ماست. یادگار آرام و حلیم سردار فرخنده است. نام او قهرمانی رمان دخونده است. باشه جالت سر شود، همه عالم تر شود. حکمت از این ترسیده و پیشی مادر شود. زن چراغی خاندان هم مادری مهربان به دنیا آورده رودکی سخندان. علم اساسی آبادی به انسان آرد شادی. فرهنگ دولت داری به ما آرد آزادی. این درست آسان است، این را باید بدانی. به سر این گیاه باشد چتری بارانی. یاد عامل امانی باید این را بدانی. این داروی به‌بها ما را بخشد جوانی. خوب آرام و با تمرین و ما بگوید امید. اما مثالی بابا خیال سرای سفید. قانون دولت نظام ملت برام زن جل خالوزی. لغت کلیدی معنا برای شخصی دانا. مناره ای سخنساز چو سعدی توانا. مکتبی ما خانی علم، مکتبی ما جانی علم. با دانش و معرفت مرادی هم نانی علم. نور زفتت آید ملالم، او را گرفته به دمالم. آسمان صافی کشور روستایی سازندگی هر کپی جلودار چون دیوانی روزکیست. پرچم تاجیکستان چون وقتی آوری ما خورشید همه تابنده بر سر ماست. همراهی دولت نشان و پرچم سرودی گردد برازم. سواد آموزی من معلم، جواب علم هستی معلم. به احترام و وفا و حکمت برد فرمت این وطن هست معلم. تاجیکستان تاجیکستان ای گرد بیابان. خداوند از روی فرهنگ تا ابد باشد شیاد. آدم قیمت از فرصت حیاتی داری جانی. از روی روزای ما توانا در هر پیر و بنا. زین رمان آشناسد چون واریسان سینا. فداکاری زفر آرد همیشد، صفاکاری خطر بارد همیشد. انسانی وفادار و فداکار نهال بخت سفر آلد همیشد. خیام یا بازدار شاعری بر کمال است. جای روبایاتش دارد سنیال. من آموزی اگر خواری نبینی دیگر. روز رسد به پایان دولت مادر پدر. چوتکه دندان کی به بها است. به زنگ دندان آر دوا است. جمهوری ما کشوری آزاد. دوره به دوره می‌گردد آباد. شیری سفید مادر ما نبود دلاور. بر مادر و بر وطن مد کنم برابر. لحن بدخشان دارایی ماست، گنج درفشان دارایی ماست.
زبان و ما بستان آفرید سعدی شیرین زبان. یونوچکه آرد یوسف با چهره‌ای بالیده، هرچه شور بکران یونوچکه را بدیده. یتیم اثری عینی یک از خوبه ها بر دنیای معرفت ما را باشه رهنما. الفبا جان، آیا شما میدانید که بچه های ما با یاری شما پندها و چیستان ها از یاد کردگی‌اند؟ مطلوبه و خورشید و اراده کنی پند گوید برای الفبا؟ بر مقامی رشد روحی آدمیزاد، معلم را مهندسی نخستی بریاد. بیاید ای رفیق کن درد خانه و بیکاری بود نادانی نمانه. چون هر کسی بیکار گردد و چشمی اهل عالم خور گردد. گر نبود استاد در روی زمین، نه فضیلت بود نه کسب و هنر. خب کنی سفینه و بخت‌آور چیستان ها را شنویم؟ بچه ها جواب های چیستان را تیار شوید. دانشمندی بزرگوار پند و حکمت بسیار با او اگر شوی دوست گردد تو را آموزگار. بچه ها جواب این چیستان چیست؟ الفبا. 35 درون مامان پوستیم ازگو با هم دیگر میدوزیم خرچ خواه بسکنیم. بچه ها بردان چیستان چیست؟ بله، حرفای الفبا. آفرین بچه ها. اکنون بچه های دانش من با شما خیر و خوش کرده و جای خواهرم تاجیکی را شما میمونم و امید دارم باید هم تازه آزاده نگاه داشتن از پند و حکایه هایش بهره میبره. سلام بچه ها، شما من را میشناسید؟ بله. آفرین بچه ها، شما اختن هم؟ عجب شیرین سالبرینی قرینی تاجی چونان جامی دامی Seu chá.
و دانش شما باری حسین دادم شما از ما خب بچه با همین ساعتی تربیوی خط الفبای ما به آخر میرسد و من سخن را برای تبریک نمودن شما را با خط الفبا به رئیس کمیته پدر و مادران میتیم. بچه